در قسمت گذشته شروع و قسمتی از فتح دمشق را با هم مرور کردیم و گفتیم که فرمانده لشکر اسلام ابو عبیده جراح شهر را به محاصره خود در آورده بود و دروازه های مهم شهر را به فرماندهان بزرگ عطا کرده بود. خودش باب جابیه، باب شرقی در اختیار خالد و عمرو بن عاص و همچنین عیاض بن غنم هر کدام یک قسمتی را در اختیار داشتند. شرحبیل ابن حسنه فرمانده نیروی پیاده‌روها بود و به این صورت کلا نیرو و دروازه ها و قسمت های مهم شهر در محاصره مسلمان ها قرار داشت و رومی ها هم خیال میکردن که زمستان و طول انتظار این جنگ باعث میشه که مسلمان ها خسته بشن و بر بگردن، اما گفتیم که این خیال باطلی بیش نبود. باز در قسمت گذشته اگر با ما بودین گفته بودیم که منطقه غوطه دمشق شهر خالی شده بود وقتی که زمستان شده بود، چون جنگ 70 روز این محاصره ادامه داشت. وقتی که زمستان شده بود نیروهای مسلمان ها در اون خانه های خالی سنگر می گرفتن، یعنی به نوبت گروهی می رفتن استراحت در زمستان و گروهی دوباره برمیگشتن و دوباره نیرو انگار که نیرو تازه نفس میشد، اما در خود اطراف شهر دمشق، در غوطه دمشق، و این باعث میشد که خستگی به مسلمان ها دست نده. و این هم ذکر بکنیم که سرسبزی و اون کشاورزی و اون چیزهایی که در غوطه دمشق بود شاید در خود دمشق نبود و اون آبی و اون زراعتی که در اونجا وجود داشت. در نتیجه مسلمان ها احساس کمبودی از این لحاظ نمی کردن. و گفتیم خالد به دنبال راهی میگشت که شهر رو تصرف کنه، طناب‌هایی میساخت و حتی معروف است، یعنی داستانی وجود داره که حتی با اسقفی که در آن در باب شرقی یک کلیسایی بود با اونجا هم یک صلحی میکنه، قراری میبنده و یک اماننامه‌ای به اون اسقف هم میده و بعد تو به کسانی که در منطقه غوطه بودند که به آنها آسیبی نرسونه اگر شهر فتح بشه و اونها وارد دمشق میشن. اونها مسلمان ها دنبال فرصتی بودن و این فرصت به دست میاد. خبر میرسد به خالد، البته ابتدا احساس میکنه یک شور و یک شادی در شهر دمشق وجود داره. جستجو میکنن، تحقیق میکنن، بالاخره کشف میکنن که چه خبره. خبر میرسه از طرف خالد ابن ولید، خبر میرسه که حاکم شهر دمشق به نام نستورس، این را بگیم که نستاس ابن نستورس، حاکم دمشق نستاس ابن نستورس صاحب فرزندی شده و جشن گرفته، یک ریخت و پاشی و یک مهمانی خوردن شرابی در دمشق به وجود اومده، به خاطر اینکه لشکرش هم نیروی بگیرن دیگه. خوراکی و شراب داره توزیع میشه و همه مست و سرگرم شادی هن. اینجا خالد احساس میکنه که مردم در داخل مشغولن، به فکر یک راه حل میفته. راه حل هم خودش شروع میکنه. اینها مرد میدان بودن، مرد معرکه بودن، اینجور نبودن که پشت صحنه بشینن راحت و بگن فلان این کار بکن. نه، خودش و یکی دیگر از فرمانده ها، یعنی قعقاع ابن عمرو و فرمانده و سرباز دیگر به اسم مزعور ابن عدی، اینها به نیروشون میگن که ما میریم به بالای دیوار، تنها میدونه بالای دیوار با سربازانی، چون مشغولن، مستن، مشغول شادیان، سربازا شراب خوردن، هر کسی تو فکر خودشه اونجا دیگه و خیال میگه 70 روزه که معرکه شروع نشده و محاصره است فقط امروز هم روش. اما غافل از این که این شیرمردان اسلام دنبال یک فرصتی میگردن تا راه رو فتح کنن، تا شهر رو فتح بکنن و اسلام رو عرضه بکنن. و این مهمه گفتیم اینجا به وجود میاد در این شب، به خاطر اینکه تولد یک فرزند حاکم نستاس ابن نستورس
و خالد اون تنابی که درست کرده بود، اون نردبان درست کرده بود، با قعقاع و عمرو ابن و مزعور ابن عدی میرن به لشکر، میگن ما میریم بالای قلعه دیوار و وقتی که میجنگیم و صاحب میگن در رو باز کنیم، وقتی صدای تکبیر از بالا شنیدین وارد شهر میشین و تناب میندازن میرن بالا و اون سربازانی که در مستی بودن تازه متوجه میشن که چه خبره، با اینها درگیر میشن، اونها رو به هلاکت میرسونن و نیروها با اون نردبان میرن به طرف بالا، نیروهایی که در اختیار خالد بودن گروهی، و میرن دوباره قعقاع ابن عمرو با شجاعت خودشو میندازه به پایین، به اون طرف دیوار میرسونه. با نگهبانان دروازه دمشق در داخل درگیری رخ میده و دروازه را با زور شمشیر باز میکنن. شهر دمشق به این صورت در قسمت باب شرقی باز میشه و گشوده میشه و لشکر خالد وارد دمشق میشه و به نبرد میپردازه در این قسمت. اما گفتیم دروازه های دیگه در اختیار کسان دیگه بودن. عمرو در یک قسمت بود، عمرو بن عاص، ابو عبیده جراح خودش در یک قسمت دیگه بود. و بدین صورت وقتی که لشکر شام یا لشکر روم تازه به خودش میاد، متوجه میشه که چه خبره، یک قسمتی از شهر تصرف شده، دروازه باب شرقی یا باب شرقی تصرف شده. اینجاست که حیله ها، نیرنگ ها و میدونن که دیگه لشکر به خودش نمیاد به این زودی و لشکر اسلام در حال وارد شدن شهره از طرف خالد ابن ولید و از طرف باب شرقی. اینجا فرمانده رومی های نقشه ای میکشه. نقشه به این صورت میکشه که میره به طرف دروازه های دیگه، دستور میده، میگه که آقا شما درها رو باز کنین و حتی خودش به ابو عبیده پیشنهاد صلح میده، میگه ما شهر رو به صلح در اختیار شما قرار میدیم. چرا؟ چون میدونه اگر شهر با صلح فتح میشه صلح، جنگی نیست، فوق جزیه است. اما اگر با زور فتح شد مثل باب شرقی، اینجا جنگه، اینجا محل معرکه و یعنی فرق میکنه. قاعده و کلا در دنیا اینجوری فرق میکنه. کسی که با صلح وارد شهر میشه یک حالت داره و شهری که با صلح یعنی مردم وارد میشن یک قانونی داره و شهری که با جنگ و با قدرت وارد میشه یک قانون دیگه داشت، به خصوص در زمان گذشته. در اینجا وقتی که حاکم دمشق میبینه که شهر در حال سقوطه، نقشه خودش رو عملی گفتی میکنه و میره به طرف ابو عبیده جراح و به او پیشنهاد صلح میده. هر کسی، شهر بزرگه و هر کسی از حال سرباز و گروه دیگه خبری نداره که بدونه در اون قسمت چه چیزی داره رخ میده. در نتیجه چون اطلاعی از هم ندارن، یعنی ابو عبیده در جریان وارد شدن خالد به شهر با جنگ نبود. اونجا میاد بهش پیشنهاد صلح میدن و اونم با مشورت قبول میکنه. در اینجا میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟
با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. گفتیم که لشکر اسلام برای فتح دمشق گروهی به فرمانده خالد بن ولید که انسان زیرک و مرد میدان نبرد بود برای کشف و یعنی یک راه حلی برای فتح و پیروزی وارد دمشق میشن. اونم با سوء استفاده و با اینکه مثلا شهر در شادی شراب خوردن و مستن به دیوار میرن و قبلا آماده کرده بود البته نیرو و این تجهیزاتو و دروازه باب شرقی را باز میکنن، ولی حاکم و امیر دمشق یعنی از رومی ها هم وقتی که این نقشه را میبینه تصمیم میگیره که با ابو عبیده صلح بکنه و بقیه شهر را به صورت صلح در اختیار مسلمان ها قرار بده. اینجا گفتیم هر کسی، چون شهر فاصله شهر بزرگ، هر کسی از خودش خبری نداشت، یک گروه که خالد باشه با جنگ وارد میدان میشه، وارد شهر میشه، بقیه با صلح. و شهر هم کوچه های تنگ و نزدیک به هم داره، شهر قدیم دمشق. یعنی خیلی هم راحت بود اگر جنگ شروع میشه، جنگ نبرد سختی هم بین اونها رخ میداد. اما آنها چون که احساس خطر کرده بودن و بخصوص این هم در ذهن ما باشد خطه‌ای و نقشه‌ای که ابو عبیده پیاده کرده بود با مشورت عمر باعث شده بود که احساس ضعف بکنن نیروی دمشق. بخصوص 70 روز هم محاصره شده بودن، راحت و به زودی تسلیم شدن. این خیلی مهمه، تسلیم شدن به راحتی. و چون که گفتیم این خطه‌ای که ابو عبیده پیاده کرده بود چی بود؟ در جلو شهرهای دیگه که نیرو بیاد گرفته بودن. در حمص، طرف حمص نیرو گذاشته بودن، طرف سرزمین فلسطین، ایلیا یا قدس نیرو گذاشته بودن، در طرف فعل نیروهایی در حرکت بودن و آنها انگار که میخوان به اون شهرها حمله بکنن، آماده این نبردن، اینجور خودشون نشان میدادن. اینجور نبودن که ما اومدیم که فقط مانع بشیم، نه. وقتی که 500 نفر نیرو از طرف هرقل میاد از طرف حمص به طرف دمشق، باز چی میشه؟ اینجا احساس خطر میکنه و شکست میخوره این نیرو توسط زیکلا که در اونجا گذاشته شده بود. و معروف است، یک داستانی که این هم ذکر بکنیم، معروف است که هرقل هر وقت به سرزمین شام می اومد، این در حمص و در اواخر، یعنی در نهایت سرزمین شام که می رسید، این حرف رو می زده میشه، می گفت خدا حافظ ای سرزمین شام، خدا حافظی که دوباره ملاقاتی با هم خواهیم داشت، دوباره برخواهم گشت. چون سرزمینش بود، چون شام در اختیارش بود، یعنی فلسطین، قدس، دمشق، حمص و بقیه مناطق در اختیار اهل روم و مردم روم بودند. و برمیگشت به پایتخت خودش، بیزنطه یا بیزانس، استانبول کنونی. ولی معروف است بعد از شکست دمشق و بعد از تصرف دمشق و بعد از اینکه نیروی اسلام وارد دمشق میشه، از حمص هم هرقل میره، در نهایت شهر در اون پایان میفهمه، احساس میکنه که دیگه بر نخواهد گشت. در اینجا میگه خدا حافظ ای سرزمین شام، خدا حافظی که بیشتر سلامی با هم نخواهیم داشت، برای همیشه از اینجا خواهم رفت. یعنی واقعا احساس میکنه که دیگه وداعی است که برگشتی برایش نیست، ملاقات دیگری بینشون وجود نداره. و عملا هم همین چیز میشه، چون دمشق سقوط میکنه، حالا یک قسمتی با صلح، یک قسمتی با جنگ، یعنی خالد با جنگ و بقیه با صلح. در اینجا چیزی که رخ میده، یعنی نیرو که یعنی برگردیم به خود روند معرکه در دمشق، چیزی که در نبرد دمشق رخ میده اینه که نبرد و شهر قسمتی که خالد بود به صورت جنگ شروع میشه و میرن تا وسط های شهر. در اون قسمت بقیه گروه ها میان و وقتی که لشکر به هم میرسه، یک قسمت شهر با صلح فتح شده و یک قسمتی با جنگ. اینجا یعنی شهر حالت دو گروه، دو دسته پیدا میکنه، قسمت صلح، قسمت جنگ، و هر کدوم هم حرف خودشون میزنن. و اینجاست که نقشه برای مسلمان ها مشخص میشه که میفهمن چون شهر در حال سقوط بوده، شهر داره سرنگون میشه دست مسلمان ها،
اینجا رومی های مسیحی نقشه کشیدن رفتن صلح کردن، اما فایده نداشت. تنها چیزی که رخ میده اینی که کلیسای بزرگی که وجود داشت در دمشق بین مسلمان ها و مسیحی ها تقسیم میشه. یک قسمتی به مسجد تبدیل میشه و قسمتی دیگه به کلیسا. حالا حتی جریان اینه که یعنی در خیلی از کتاب‌های تاریخی اینجور ذکر میکنن که حتی این دو لشکر خالد که با نبرد وارد جنگ شده و وارد دمشق شده و لشکر ابوعبیده و بقیه در خود یعنی کلیسای بزرگ به هم میرسن، یک قسمتی با صلح و یک قسمتی با جنگ. و اینجاست که یک قسمتی که خالد گرفته بود تبدیل به مسجد میشه و قسمت دیگه تبدیل به همون کلیسا باقی میمونه، چون صلح بوده و در عبادت خودشون باقی میمونه. بالاخره دیوار کشیده میشه و مسجد و کلیسا، اما در یک معبد، در یک عبادتگاه بزرگ. دو تا دین مشغول عبادت میشن و شهر دمشق به این صورت به دست مسلمان ها سقوط میکنه. و اینجا هم باز در خیلی از فقه های اسلامی به این صورت رخ میده. حتی در خطبه ها، مثلا در شهر دمشق در خیلی از منبرها وقتی خطبه میشد، در خیلی جاها اون شمشیر یا عصا خطیب در دست میگرفت، به این معنا که این منطقه با جنگ فتح شده. در مناطق دیگه خطیب عصا در دست نمیگرفت و یا شمشیر در دست نداره، به این معنا که اینجا با صلح فتح شده. این حالت حتی در یک از فقه های اسلامی، البته نه در همه فقه ها، در شهر دمشق این رو پیاده میکردن و این جالب بود. یعنی اینجا با صلح فتح شده، هنوز بدون شمشیره، و اونجایی که با جنگ فتح شده شمشیر در دست خطیب هم قرار داره. و به این صورت شهر دمشق فتح میشه و آن مسجدی که الان در دمشق معروف است به مسجد اموی، همان جا و اون عبادتگاه بزرگی است که بین مسلمان ها و مسیحیان تقسیم میشه. اما به چه صورت این مسجد تبدیل به این کلیسا و مسجد تبدیل به مسجد بزرگ میشه؟ به این صورت که مسلمان ها وقتی که این مسجد رو فتح میکنن و خلافت اسلامی شروع میشه در دمشق، پایتخت خلافت اسلامی به دمشق منتقل میشه در زمان اموی ها. در زمان اموی ها وقتی که پایتخت به دمشق ملحق میشه و بعد از آرامشی که وجود میاد بعد از اون فتنه ها و این چیزها، خب شروع به بازسازی امارات های اسلامی، شروع به گسترش فرهنگ اسلامی میشه. ولید ابن عبدالملک خیلی علاقه داشته به تعمیرات، به عظمت قرار نشون دادن فرهنگ و تمدن اسلامی بوده. در اینجا تصمیم میگیره که این مسجدی که هم کلیساز و مسجد را تبدیل مسجد بکنه. مسیحیان دمشق رو راضی میکنه با پول و با دادن زمین و ساختن کلیسایی که برای آنها کلیسا بنا بشه. به این صورت مسیحیان راضی میشن با میل خودشان که از این قسمت از کلیسا بگذرن و نزدیک مسجد اموی، اگر کسی دمشق رفته باشه میبینه در نزدیکی مسجد اموی یک کلیسایی وجود داره. در اونجا یک کلیسایی میسازن و این کلیسای قدیمی را در اختیار مسلمان ها قرار میدن و اینجا رو کلا ولید ابن عبدالملک تبدیل به یک مسجد بزرگ و یک عمارت بزرگی در شهر دمشق میکنه و زینت میده. و حتی رومی ها و حتی مسیحی ها و حتی یعنی معماری های اونها هم از یونان و از روم گرفته شده کمک میکنن در ساختن این تمدن بزرگ اسلامی، یعنی ساختن یک مسجد زیبای بزرگ که از حالت مینیاتوری و شکل و نماهای مشخصی هم برخورداره و درست میشه. و بدین صورت این شهر تبدیل از پایتخت یک امارت، پایتخت یک حکومت بزرگ، پایتخت شرقی امپراتوری روم تبدیل میشه به پایتخت خلافت اسلامی و تمدن اسلامی و مسلمان ها و مسیحی ها تا زمان کنونی در اونجا با آرامش زندگی خودشان میپردازن. و یک چیزی هم که رخ میده اینه که مسلمان ها وقتی وارد شهر میشن اخلاق اسلامی را میبینن مردم، فرهنگ اسلامی را میبینن مردم، گذشت، تسامح، معامله، عدم دروغ، ممنوع بودن دروغ، ممنوع بودن حرام بودن، غل و غش در معاملات، همه چیزا را میبینن
خود به خود مردم شهر دمشق، مردم شام به اسلام علاقمند میشن و گروه گروه به اسلام وارد میشن. ولی بقیه ادیان هم آزاد بودن، مسیحیت در اونجا به عبادت خودشون مشغولن، تا الان هم هستن، در حالی که در زمان گذشته نه اعلانی بود، نه صدا و سیمایی بود، نه روزنامه‌ای بود، نه عکسی بود که بگیم این داره جنایت میکنه، این کار میکنه. نه، ممنوع بود برای مسلمان تعرض بکنه به کلیسا، به عبادتگاه ها، به رهبان، به کسانی که در حال عبادت هستن. ممنوع بود. به خود مسلمان ها این دستور داده میشه از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم و از طرف خلفای رسول الله صلی الله علیه و سلم که همه این رو دعوت میکردن که به کلیسا، به اینها هیچ حمله، هیچ عیب و اشکالی وارد نکنید. یعنی این واقعا گذشت و تسامحی بود که مسلمان ها در شهر دمشق هم نشان دادن و مسیحیان به عبادت خودشان پرداختن، اگرچه که تعداد زیادی از آنها وارد دین مبین اسلام شدند و شهر دمشق گفتیم پایتخت شرقی رومی ها و یکی از قدیمی ترین شهرهای بزرگ دنیا و ماندگارترین شهری که تا الان هست، یکی از آنها به این صورت وارد اسلام میشه و مردم مسلمان میشن و پایتخت خلافت اسلامی میشه در زمان خلافت اموی ها. در اینجا پس به پایان این قسمت از فتح، یکی از فتح‌های دیگر از فتح‌های مبارک اسلامی میرسیم که گفتیم فتح دمشق بیشتر به صورت صلح بوده و یک قسمتی با جنگ و نبرد شروع میشه. در اینجا به این قسمت هم پایان میرسیم و یک صفحه‌ای و یک برگه دیگر از تاریخ زیبا و زرین اسلام را به پایان میرسانیم و انشالله در برنامه دیگر تاریخ و برگی دیگر از برگهای زرین تاریخ اسلام را با هم مرور میکنیم و در خدمت شما خواهیم بود. از اینکه وقت شما عزیزان و سروران را گرفتم پوزش میطلبم. امیدوارم که تونسته باشم لب مطلب و اصل مطلب را به خدمت شما عرض کرده باشم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.